خانه اکای اسلام پیشینش. بگذاریم با خانه نوی اکای اسلام. این خانه وزیر اکای اسلام. مبارک شب با همه ما. ویدیو دا لایک و پدید سکنید که دیگر ما ببینم. بیایید سلام کنیم. السلام علیکم هموطنان عزیز. خوشبختانه ما امروز در منزل اکای اسلام نواش. در اینجا اکای اسلام حضور دارند که همه چیزش با شرایط نو تامین است. یعنی که از جای خوابش سر کنید تا پرده‌ای که پشه نمیتونه ببینید. در حقیقت این یک افتخار است که با دستگیری های شما دوستان عزیز یک از صاحب خانه می شود، دیگر خرسند می شود، دیگر اشک می ریزد، دیگر خرسند می شود. همه این با دستگیری های شما و با زحمت های شما است. امروز بعد از یک مدت کوتاه ما در نوی اکای اسلام قرار داریم که ما گفتیم تا خانه درای اکای اسلام نوار میکنیم. چقدر مبلغ صرف شد همین خانه اکای اسلام صرف کردیم. در اینجا هر یک نفر شما سهم گذارین، یعنی اکای اسلام زیر شدگی همش تازه در جای خوابی نوش است. همتون در عمل میگم که باور میکنین، پول پرداخت میکنین و دستگیری میکنین. ما امروز نگاه کنین خانه پیشینه اکای اسلام آوازی ببینیم. دوستان عزیز، در آن همون کلبه‌ای که برادر اسلام زندگی میکند نم خیلی جا هسته و انشالله که ما به این کس یک کلبه خانه تازه و آزاده میکنیم انشالله با خواست خداوند و با دستگیری های شما. ما در آن همون کلبه‌ای که برادر اسلام در اینجا خانه نوی که با اکای اسلام کردیم، خانه نوی اکای اسلام. در اینجا جیانش یعنی نیکرود هسته و دیر ما سخن رو با نیکرود میدیم. نیکرود چی گفتنی داری برادر مرحمت؟ سلام علیکم برادرو، این کس تقوی من نیکروز من گفته بودم پیش ایمی کار سر کردن که امی کار با آخیر رسید. ما حتما سینیمت میکنیم میپرتویم در امی کانالی هم نبو. ما رحمت بگیم با امی کانال، با امی بچه خودش علی اکبر که ما را دستگیری کرده. امی کار خیره ما با انجام رسوندیم. خداوند کمی که یک سون باشد، 2 سون باشد، 10 سون باشد که خیر کرد، خداوند امی خودش میدونه. ای دعا کرده میتونه ایتانش من دعا میکنم در حقتون ادامی که در اینجا 1 سون خیر کرده باشه خداوند خیر کهیشه و در گوش قبول گردن. خیر چی گفتن دارم با اینه خیر دیدین حال احوالش هم من اینجا چی چیزی هسته یگون چیزی چی نیسته. اینا چی چیزی هسته دیده سین شو خواهم کامیرا ده دیگه حجت با گفت زدن همی نیست. خونه پیشینش هم میکنم؟ خیلی خونه پیشینش دیگه میکنیم دیگه مزید کرد تزاده نه یا کافه پایان خیلی اینجا جای پیچکه اینجا جای پیچکه شد اینه کامل چی یورده میکنم یه نمی سومش همش در اینجا صرف شدگیه در اینمی برادر کسلی یکون جای فاند فریبش نیسته این چیزی هست ریال نام نمیده سینیمات کارگی و دیگه برای مقصد اخلاطش میگن که مقصد اخلاط در جای استودگیش میکنه. مقصد ما برای مخصوص چو کردیم اینجا دمیشه اینجا ما کانالیزاسیا کردیم میشویمش در اونجا میروه یعنی که با آوی روان میشوان کافه میگیره میبرش توزای میمونن. خیلی ما رحمت میگیم همشونده اکای اسلام خیلی دعا میداد با خوب میشیده خیلی دعا دادن نمیتونه خداوند خودش میفهمه میبینه میدونه. مویساش کم کردنی؟ مویساش کم کن نه ریشش هم تاوی من سوز میشه و انشالله تاوی ای آفرین گرد نیست بچه زور اسلام بهترین انسان ای خداوند شفاش تفکر ما امید داریم ای خداوند دیگهش در دستی خداوند. کمی یا بارگاه دهشون دعا میکنم کمی دمیجا با گفته ایسان چند سونی سام گذاشته خدا خودش در بالای سر میبینه خیرای کردی همه تونه
چی مهاجر باشی، چی دامی تاجیکستان باشی، چی بیرون از تاجیکستان باشی، خداوند خیری کردی تو نه و درگاهش قبول گردونه. هر مراد دل داریم با مراد و مقصد نیکی دنیا و دنیوی برسونیم. الله اکبر. خیر برادرها ویدیو را حتما پهن کنین تا اینکه دیگران ببینن که برادرایی که مثال خیر کردگیم ببینن که ما همینقدر با اکای اسلام خونه کردیم، اونها هم ببینن. برای همین لایک و حتما ویدیو را پهن کنین در ایمو و واتساپ که دیگران ببینن. اینا منزلی پیشینه اکای اسلام، اینا منزلی حضیرنه اکای اسلام. خونه پیشینه شبیه آوردگان نشون میتین برادر رو دا درون نمیدروین برادر برای که اکای اسلام خودش درون دا استراحت کنیسته. اینا اکای اسلام استراحت کنیسته مقصد ندرورین درون همجا اکای اسلام دام گفته سینا. السلام علیکم پدران، مادران، برادران و خواهران عزیز، خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. دوستان عزیز، ما خوشبختانه چیزی که در پشت ما میبینید یعنی شام برادر نیکروز علاقه کریشش زدیم و انشالله که باز هم اشراف‌تر و وقتی در آوردن یعنی که خونه که پیشینه بود و این خونه میکشونیم نصیب بود. همه این با دستگیری شما اولا با خواست خدا و با دستگیری شما این شد و ما هم اشراف‌تر برای باوری برای مقصد هر سومی که شما روان کردین ما هم اشراف دائمی رسپال میکنیم و البته که خداوند خیرتون بده، خداوند خیراتون قبول کنه. کریشش از این شکتور کردیم در فریزه همش هسته تحشه کفل میگیرین بانیش نفتش رو این اشکایی که بلو را میبینید درون با کامیرا چی بلو را میگید مقصد همش رو تازه اکش رو و این تایی پیچگاه برای زمستان هایم انشالله همش با خوبتر میشه. این در این پلاستیکی برای بانیش هاید manyak oturup یک بار دیگه سلام علیکم برادران و خواهران عزیز، خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. دوستان عزیز، عین حال اول و اخیر با خواست خداوند و با دستگیری شما در پشت ما میبینید خونه اکای اسلام که ما ویدیوش با پراتر درون بینش میمونم تماشا میکنین. همتون در رحمت میگم که دستگیری کردین و همین کار ما سر کردیم تا آخر رساندیم. اینا منزلی پیشینه اکای اسلام، اینا منزلی حضیرنه اکای اسلام. خداوند از همه ما شما راضی باشد. خدا را شکر که مقصد اینقدر اومدیم خونه اکای اسلام تیار کردیم. این برادرها اینجا بانیش میشه، اینجا میورینش میشینش کافل پایانش بالا پلاستیک میشه. خلاصه گپ اکای اسلام هم مقصد با این میان همین رو شش تنشون با مقصد گذاشت کن خیلی با خیلی خوبتر میشه. اینجا میبروریمش اینجا خیلی توکلش و بخدو میکنیم خونه نوشته خش وکش میکنیم. خداوند در دمیتا شلوکی با شفاش هم میتا و البته که با هم باید حرکت کنیم. مقصد یک آدمی بیموره، یک آدمی کم بیزاته، یک آدمی نوداره، نو چیزه مقصد باید ما چکو کنیم با دستگیری اول و اخیر به خداوند و بعدا ما سبب میشیم که این همین اکای اسلام سو بینم خیلی خونه میشه. کلا این همین برادرای چکور میکنه و بعدی ساختمانش هم میریم ویدیو میکنیم که اینم خیلی جوکیم همین برادر هم میگیریم در خونه توزه میمونیم. خلاصه گپی ما همه قدر صحبت کردیم، ما گپ رو بسیار دراز نمیکنیم. این کسا کی خوزه میکنه کی نگاه بینه؟ این کسا کامیرا که دستش برسه اما مقصد توزه میکنه. ما میکنم این برادر میکنه. هر کسی که بیا مقصد میبینش همین میبینه حالشا میاد یوردامش.
барои дӯстон сабаби ёрдам кӯмаки шумо танҳо ба ҳамин нафар як хонача кардан дар кор ки ҳамин кас дар ҷои чӣ қадар касали бемории рӯҳӣ ҳам бошад ям инсон аст ҷон дорад ва мехоҳад ки дар ҷои тоза озода бошад. албатта ки наметавонад ки рафта кор фаъолият кунад барои ки касали бемории рӯҳӣ аст наметавонад ва мо танҳо метавонем ки барои ҳамин кӯмак кунем як хона ба ёра тайёр кунем ва ҳамаи озод бошем. Şöyle digam. Sözü selamat. Sözü nasılsın? Xuba. Dok da mojiro. Rahmat. Bugu. Rahmat bu mojiro da ki nami. Selam. Like va podписывайтесь ki digar ro bune.